قول امام بخاری رحمه الله تعالی را میارد در صحیح خود در کتاب علم در صحیح بخاری رحمه الله میفرماید باب العلم قبل القول والعمل، باب در بیان اینکه علم پیش از سخن و عمل است. امام بخاری رحمه الله تعالی در صحیح خود در کتاب علم گفته است علم پیش از سخن و عمل است و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره محمد را آورده است فعلم انه لا اله الا الله، بدان که معبودی بر حق جز الله نیست و از برای گناهان خود استغفار نما. در این آیت جمع کرده شده است بین دو چیز، علم و عمل. علم در سخن او سبحانه و تعالی فعلم، بدان، در اینجا الله اول علم رو ذکر نمود، اول علم را انسان بیاموزد. سپس فرمود واستغفر لذنبک، از برای گناهان خود استغفار طلب نما، طلب استغفار نما. این که عمل است، این عمل است. پس اول علم ذکر شد، بعدن عمل. فعلم گفت خطاب به سوی رسول الله صلی الله علیه و برای تمام امتش قرار میگیرد، تمام امت رو در بر میگیرد. انه یعنی در حال بودن، در حقیقتی که ذکر شده است این است که لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق جز الله. واستغفر لذنبک، این امر است، از برای گناهان خود استغفار طلب نما. پس فرموده الله سبحانه و تعالی فعلم انه لا اله الا الله، بدان که معبودی بر حق جز الله نیست، این اول علم. سپس فرمود فاستغفر لذنبک، یعنی که از برای گناهان خود استغفار طلب، این عمل است. در این آیه کریمه دلیل است بر آنچه که مصنف مؤلف میخواست اثبات نماید، علم و عمل. علم مقدم از عمل است، سپس عمل. خطاب به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم برای تمام امتش این قرار میگیرد. امام شافعی رحمه الله تعالی در سوره عصر راه نجات عمومی را توصیف کرد برای ما، ایمان، عمل، دعوت و صبر. و امام بخاری رحمه الله تعالی با آیت فعلم نشان داد که پیش از عمل کردن شرط این علم آموختن است. پس بدونید که علم این زمینه اول تمام عبادت هاست که بر آن سپس عمل پیوست می شود. پس عمل به علم گمراهی است و علم به عمل ضلالتی است، گمراهی است، چون حجت برای خود انسان میگردد و صاحبش را در گمراهی و در ضلالت می افساند. پس بدونید که ما نجات نداریم مگر با این چیزی که در اینجا ذکر شد، یکم علم، ایمان آوردن، معرفت الله، معرفت رسول الله، معرفت دین اسلام با دلیل ها، با اعتقاد جازم، عمل صالح با اخلاص و متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم، دعوت به سوی حق، به سوی قرآن و سنت با حکمت و موعظه نیکو و صبر در این راه. نفست را صبر بنما در آن چیزی که الله سبحانه و تعالی بیان کرده است، با آن کسانی که الله سبحانه و تعالی را شب و روز ذکر می نمایند، عمل می نمایند. یعنی